به نام خداوند بخشنده مهربان. ای پیامبر، آیا کسی که روز جزا را تکذیب می کند دیده ای؟ پس او همان کسی است که یتیم را با خشونت از خود میراند و دیگران را به اطعام بینوا و مسکین ترغیب و تشویق نمی کند. همو براتون در همو اولوچه تاکسی ها ما بار میکنیم، سیستمی در دستاتون میتیم، همو با تو منزلتون تو خانتون هم میبرم. خب شده جوان تمام. یک کروبکا اپا جان دویمو در خیلی موجود رو در نمازاتون دوگو باشه که همیشه با کاراشون برارن خیلی همون موجود رو. خب اپا هایک اکا جوی نایده هایک اون نایده کسی کم ساخت دازیات قسم فیض کپن هم نه بس بگشت یک دسته مالدس نمی کرتاکت خوب چورده بیار هایک اکا مالی همین بعدا میتونید بچه تا بیار ببینیم خیلی میریم زنش میتونیم میشوه بیار شیرش هم ببینیم کلانه برای زنگی رسیده چند ساله؟ 20 ساله 20 سال پس برش میتونیم میشوه ما مسئله 200 تاکسی را نه، ما مسئله 250 تاکسی را دیدیم. حالا که مسئله 1000 تاکسی را برادر خودت ببین. سلام هموطنان عزیز، سلام به تمام مردم تاجیکستان که بیرون از تاجیکستان در فدراسیون روسیه عموما در تمام دنیا کار میکنید، فعالیت میکنید، زندگی میکنید. سلام به همه شما. ما از شما به حد بسیار میnnتدار هستیم که در مدت کوتاه در کانال یوتیوب اسد فیلم در آمده ابونه شدید. ان شاء الله در آینده در همین کانال یوتیوب اسد فیلم برنامه جالب و نوارهای زیبا رو برای شما پیشنهاد میکنیم. فقط شما تماشا کنید، بینندگان عزیز، و حلاوت برید. بچه دیوانه این کارا نکن عقلی تو فرا این دیوانه شده است مگر وقتی حرام میموری بلندی چی کار میکنی؟ با پایان فرا بچه دیوانه شدی با پایان فرا با پایان فرا زودتر فرا بیچاره را عروسش که کار کرده باشد خودش را پرتافتن میخواهد. آخه چیکار میکنی پسرم شوکت؟ از بالا هفتی میموری پسرم پایان فرا. شوکتیست میافته اخیر فرا شوکت خود فرا نکنی کارا از خود را نپردایی مجبورم نکن که با بالا برایم. آخر قانون دیوانه هم در دم مرگ آنش باشد خودش را از بالا پرتافتنی است. اینو دیوانه شدن. فرا دیوانگی نکن پسرم. با پایان فرا شما در دیوانه یک جا میدونیم برین اینجا برین پای کارتون شوینی روید از اینجا پایان فرا شوکت. این دیوانه شده است خودش را کشتن میخواهد چی؟ آرام باش خودت را به دست گیر فرا شوکت در جایتی چی گپ است اینجا؟ این شوکتی ما هست که ارتیست اینجا آدم بسیار را دیدن نمایش خود است ای بچه فرا با صحبت کن پایان بیاید تو را گوش میکنم. شد من حاضر حل میکنم. عقلی نکن این دیوانه خودش را البته با پایان میپرتاید. شوکت چی کار میکنی در آنجا؟ چیکار میکنی در آنجا؟ سمی تو خاموش باش. بخشش زود به پایان فرا زود به پایان. عقلی نکن عقل را خوردی مگر دیدی مرا گوش نمیکند ها؟ کار است نمیشنودی بچه با کی گفته ایستادم؟ مخصوص چی است خودش را پرتافتن میخواهد خودت را به دست گیر ای خدا نه نفتید شد تمام مشکلی نیست. هم بچه فرا حاضر من به تو نشان میدم. پریدنی باشی پر آخه چی قدر ما را انتظار میکنی؟ اون میافتد و حرام میموند عقلی نکن بچه سر زدگی با جون خودش جمع میکنه شوخی نکن فرا جوان اینجا دور است او همه کارا میکنه شوکت برادرم آمدی؟ چی کار میکنی؟ ها؟ چی کار میکنی تو؟ میدونستم که میایی. آمدم کنی زود فرا از آنجا. اول قایل شو که کلتکیلسی بعد به نزد میایم. شوکت بس کن کلتکیلس گویت را زود به نزدی من بیا. حالا هم قایل نمیشوی؟ چی خیل به اینجا آمدی؟
کلاس بری این ماشین ها رو مخصوص اینجا موندم و درهای بینا رو مخم کردم که تا تو رو بسنجم. چرا نمیگویی برادرم؟ شوکت الوداع برادرم. حقت را حلال کن. اشهد ان لا اله الا الله. ایست. بگی دستک خیلی پریده را پروندی. چهرم را عوض کردم هم از تو خلاص نشدم. کافیست. در حقیقت تو هستی؟ برادر چرا اینقدر وقت خاموشی سادی؟ نمیبینی احوالم رو؟ از پشت تو قریب میبردم. ابله نامیروی همون دختری که رو تعلیش کردم را نمیتی؟ ما رم روژرای علیش کنیم. شوکت بین غیر از تو هیچ کس کلاس بودنم رو نمیدوند. با کسی آشکار نکن. خفم کرده سی کلتا کلاس برادر سا خفم کرده سی. کو بگو تو همین روز من کدام سری تو رو فوش کردم. حاضر من تو رو. تمام برادر. من کانون دیوونه را بینم. بدبخت تا مردنش روزا میگرفته. یکی مرده نمرده یا بینمش کنی. شد میلش. از دهانت نام کلاس را نشنوم. فهمیدی؟ خفم کرده سی کلتا کلاس. من تو را دویم برادر رو میگم. چی کلتا کلاس؟ او کلتا کلاس بر وقت مرد رفت کلتا کلاس؟ حالا هم کلتا کلاس میکنم. بیا ما چکت کنم. حالا بگه اون قرطو خونه نمیشیم چق چق میکنیم برادر جون. رو زود. آه شوکت. زیا آماده باشد. آمد. کنی حرکت کنید بینم. تیز بیا. با کجا رفته صدای مؤذن؟ کاری تعجیلی داری؟ چی میخواهید؟ ای جانت را. حاضر میبینیم که جنگاور هستی یا نه. اگر اینها رو لطو کنیم میفهمی که جنگاور هستی. چی شده از مؤذن؟ این کارتان خوب نیست برادران. مگر از تو میپرسم.
کانی بیزن چی شد موازین؟ چی شد از کانی بی جنگ؟ جنگ کن آخه موازین. آنها هجری را میزنن مگر؟ جنگ نمیکنی؟ توی قدر ترسون چکده؟ حاضر به شما نشان میدیم. آی هجری رو گیر کرده زده ایستادن؟ صبر کن هجری، آمدم تو رو نجات بدیم. آمدم هجری تو رو نجات میدیم. آمدم. شما هجری هم انا هجری جان خوب است؟ همه خیلی شیرینم. البته هجری رو من نجات دادم. تو چی گفته ایستاده بی عقل؟ من هجری ام رو نجات دادم. من نجات دادم. قشلاقی؟ من نجات دادم. میمون صنم. قشلاقی؟ میمون صنم. قشلاقی؟ با من میرود. رفتیم هجری. اینجا بیا هجری. چه خیلی جنگاوره؟ دفع کنین. از این جنگاور نمیبروه. خودشو محافظت کردن نتوانست. اگر این دو دختر نمیشد کو گهواره بخشی من از فهمه؟ او مرا دوست میدارد، فهمیدی؟ میمون صنمی از سبا. ای جوگی با من میرود. گم شو از اینجا میمون صنم. قشلاقی. جنگاور چی خبر ها؟ چی خیل هستی؟ بسیار آدمی خنداور هستی هجری. شوخی کردم برادر. آخر زبید از تو شبهه میکرد کو. برای همین شوخی کردم. خیر؟ چی کار کردی مناسبتتان را؟ با صنم اویلدار شدنی بودید وقتی بسیار گذشت. هیچ نپرس مراد. در خانه دختر مثل غلام کار میکنم و حالا هم دختر را نمیدهند. خوب. والدینت به خواستگاری رفتن؟ از کجا؟ آنها هم نمیخواهند. نفهمیدم این چه خیل کار است. وای سیرم دیوانه است کو. هر وقتی که مرا بینه تکلیف خانه‌داری میکند. با من خانه دار میشوی؟ نمیشوم آخر. با تو خانه دار نمیشوم میگویم ولی گپ رو هیچ نمیفهمد. نه یگان کاری خطا میکنیم مگر تکلیف خانه داری یک دختر رو رد کنیم مگر. عجب و گناهگار شدیم چی؟ مراد تکلیف خانه داری یک دختر رو رد کردن جایز است مگر؟ از من پرسیدی هجری؟ بله مراد از تو پرسیدم. این چه خیل کار است آخر؟ چهرم رو عوض کردم هم از سوالهای هجری خلاص نشدم. بیا خدایا جایز باشد؟ یک لحظه من این سوال را به یاد دارم ولی خداوندی بزرگ به ما انسان ها با راه های گوناگون اشاره ها کرده میفهماند. یعنی استاد یک مثال آورده میتوانید؟ چه خیل گویم به شما؟ مثلا به اختیار به سرتان یگان سوال می آید. این خودش یک اشاره است. فهمو؟ این چی است؟ این چی است؟ بشین این چی است؟ 1 2 3 4 استاد منو میشنوه؟ این صدای کی است؟ استاد من هجریم. یک سوال دارم استاد. هجری؟ محافظان نزدیدن مرا به درون در آمده نماندن. از همینجا سوالم رو پرسم میشود؟ هجری پسرم دیوانه ای مگر تلخ کفم کردی؟ استاد سوالم رو پرسم. دیوانه ای مگر پسرم؟ استاد البته که پرسد. شما نگفته بودید که از آسمان سوال میآید. انا آمد کو. خوب کی آمد؟ هجری پسرم گوش کن. استاد گوش نمیکنم. سوالم رو میپرسم. یک دختر به تو تکلیف خانه‌داری کند اگر او را رد کنی جایز باشد؟ چی؟ جایز نیست هجری. جایز نیست. یعنی در این وضعیت بچه باید به زن بله گوید. نهایت آخر جدا میشوند که برای همین نه گفتنش لازم نیست. استادم زیا هم همین خیل جواب میداد. روحش شاد بود. آمین هجری. چه خیل یعنی مراد؟ من حاضر تکلیف خانه‌داری سیرم دیوانه را باید قبول کنم اگر؟ نه هجری، این وضعیت دیگر است. یعنی سیرم که دیوانه است شرط جزا نیست برو.
یعنی خواهی بله بگو خواهی نه بگو. اوه با خدا راحت شدم. فکر کردم گناه وزنین کردم. راحت باش هجری، راحت باش. من به مسجد میروم مراد. شد تمام. هجری در پناه خدا باش برادرم. تو هم برادرم. با دقت باش جنگاور، تو را دستگیر کردن میخواهند. сайрам, барои исбот кардани туро дӯст доштанам ман худамро ва ин маҳалларо месӯзонам ба худо. سوزانده سوزاندن گیر. دیوانه است چی است؟ اینها مرا هیچ باور نمیکنند. اینجا چی پس؟ این رژیم مگر این کانون دیوانه نیست؟ در ظرف بنزین چی کار میکند؟ بنزین دارد که جوهر. آخر خودش رو میسوزاند. زود سختور خاموش کنند را زن بزن یا خدا عقل شده هستیم. حاضره که زنگ میزنم. این بتون نمیزه بعد سین سالت را بین. بنزین را بسرش ریختی. خدایا در حقیقت در خودش رو میسوزد. خودش رو علوم میزند. خدایا بسیار کاری خوب کردم. خودت رو آتش زن. ببخشید کار میکنی؟ شکر زنده اکامو زنده است. روحش بیجاش در جانم زده کرده است. چی شد کمیسر؟ پایت رو با گنجا زدی چی؟ بله هیچ نپرس. دکتر 10 روزه ورقه کارناشایمی داد. همین خیل؟ تو رو در جوانیت نفقه خور کرده است. همین خیل است آخر. پایم شکست مثل که فیل زیر کرده است. دکتر حیران شد. تو خودت فیل. اگر میدونستم که اینقدر رشک میکنی همامی عالم را تعمیر نمیکردم. تو هم از سنتیخنیک کمی نداری آخر؟ همین خیل است. این هنر از پدرم مانده است. اگر از تو هم ویران شد خبر بده، در حال آمده تعمیر میکنم. با فکرم میخواهی پای دیگرت رو هم زنم؟ هرگز. خیر. من دیگر پایم را ضرر نداده از اینجا روم. خیر میرش. ترسونچک. خبر رسید که امشب مبادله بزرگ مواد مخدر می شود. این عملیات را خودت نظارت میکنی؟ گپ نیست جنگیلموی. تخمین میکنم که جنگاور مانع این مبادلات می شود. این بار جنگاور را دستگیر میکنی؟ هیچ شبهه نکنید. آخر سردارم این آدم خودش را با جای قانون میگذارد. دستگیر کنیم نقابش رو بکشیم این کار تمام شود. نه زبید. وقتی او را دستگیر کردید نقابش را نکشیده اینجا آرید. نقابش را اینجا میکشاییم. این وظیفه مخفی است. گپ نیست سردارم. چای هم آمد. بفرمای عشقم. شکر میخوای؟ نه تشکر جانم. سنم از تو یک چیز رو پرسیدن میخوام. بپرس عشقم. اگر من جنگاور می بودم با من خانه‌دار شدن میخواستی؟ چه خیلی نه؟
бо ҷанговар бар ин одам хонадор шудан мехоҳӣ? яъне як суперқаҳрамонро гуфта истодаӣ? мисли Человек-паук ё мисли Супермен? мисли онҳо нево? хайр, ҳамон хел бошад. агар ту ҷанговар мебудӣ, бо ту хонадор намешудам иҷрӣ? чаро хонадор намешудӣ санам? охир ҷанговар шояд одами бисёр хуб бошад, вале полисҳо ӯро ҷустуҷӯ доранд. бо одаме ки полисҳо ӯро мекобанд, зиндагӣ кардан ғайриимкон аст. вақте ки полисҳо ӯро дастгир кунанд, ба маҳбас мебаранд. ана мин хел, яъне агар хулоса карда гӯям, агар ту ҷанговар мебудӣ, бо ту хонадор намешудам иҷрӣ? вале дар ҳоле ки ту ҷанговар нестӣ, мушкиле нест, яъне хонадор мешавем. ман туро бисёр дӯст медорам иҷрӣ. боварӣ дорам ки ояндаи бисёр зебое дорем. чой хунук шуд. хуб, вале ман нафаҳмидам барои чӣ ин хел саволи аҷиб дода истодаи ҳиҷрӣ? ё ин ки ту маро ба ҷанговараш кардӣ? охир модарам гуфт ки мехоҳам домоди ман ҷанговар бошад. барои ҳамин сиқ шудӣ? ҷанговараш боз кӣ ҳаст? дар ҳоле ки ҳиҷрии ман бошад, ман парвои ҷанговар надорам. бе ин ҳам ман туро бисёр дӯст медорам. келас, ки будани ҷанговарро фаҳмидӣ? ҳоло нафаҳмидам. зудтар бош, агар ҷанговарро полис дастгир кунад, аз дастамон ҳеҷ чиз намеояд. туро асло ба дасти касе намеспорам ҳиҷрӣ. охир қодирҷон, яъне ин хел мешавад магар аз барои худо? ин муаззин дигар дар хонаи мо меистад? рост мегӯӣ занакҷон, ин хел намешавад. модарҷон, падарҷон, ягон мушкилие шудааст? мушкили ошкор аст, духтарам. яъне ин муаззини ошиқа дигар дар ин ҷо мемонад? бале модарҷон, ҳамеша дар ин ҷо мемонад. ин хел мешавад магар духтарам? дар назди ҳама шарманда мешавем. бале, ҳамин хел. чӣ хел шармандагӣ, падарҷон? охир мо бо ҳиҷрӣ хонадор мешавем. не духтарам, хонадор шуда наметавонед. не модарҷон, хонадор мешавем. қодир, ба ин духтарат ягон чизе бигӯ. чӣ гӯям ҷонам? қодир, охир ҳама чизро танҳо ман гӯям? ба ӯ бигӯй ки бо ҳиҷрӣ хонадор шуда наметавонад. духтарам, ту дар ҳақиқат бо ин ҳиҷрӣ хонадор шудан мехоҳӣ? бениҳоят албатта ки мехоҳам, падарҷон. ҳиҷрӣ, ту духтари маро дӯст медорӣ? ҳо, бисёр дӯст медорам, падарҷон. дӯст медорам. муаззин, кане бигӯ, ту дар ҳақиқат бо духтарам хонадор шуда мехоҳӣ? бале падарҷон, бисёр мехоҳам. ба дуое ки қабул намешавад, омин. яъне охир қодир ақли ту мегирад магар? духтари мо рафта бо ин муаззин хонадор мешавад. рост мегӯӣ занакҷон, ин хел намешавад. акнун бояд инро ба охир расонем. яъне чӣ хел ба охир? ҳиҷрӣ, рав ба хонаводаат бигӯ ки бегоҳ ба хостгории духтари ман оям. ин масъаларо бояд ҳал кунем. аммо қодир, охир қодир. вале як шарте дорам. хонадомод мешавӣ. ча ман ҳам аз духтарам ҷудо шудан намехоҳем. намешавад, охир намешавад.
من دخترم رو با جنگاور خونه‌دار میکنم. من میخواهم که دامادی من قهرمان باشد. یعنی که این حق مادری من نیست مگر؟ کدام جنگاور مادر جان؟ من هجری را دوست می‌دارم. ببین زیغ شده است، او رو زیغ نکن. ای خدایا. هجری زود بیدا با خانوادت بگو امشب آمده دخترم را خواستگاری کنم. زود رو بیرو رفته بگو. تمام، من در حال رفته میگویم. زود رو در از این طرف است. اون طرف است. پدر جان، رحمت، مادر جان، بیرو دستم رو نبوس. بیرو من رو بسیار خرسند کردید، بسیار. شکری به اندازه میکنم خدای مهربانم. چیکار کردی همکار؟ چیکار کنم همکار؟ همین خزیقی هستم که فوتبال امروز هم نمی شود. جنبه است. چی شد همکار؟ چرا بازی رو امروز نمیکنیم؟ جنگلم و بازی یک سپارش ماندن. خدایا پدر و مادرم رو راضی بگردان. برادرم یک عملیات مواد مخدر است. مدیر مرا روان کرد. مبادله مواد مخدر؟ در کجا میشد است این عملیات؟ انبار در طرف لایابه است میگن. شد من آنجا را میدانم. بگو من هم میآیم. نه هیچ لازم نیست برادرم. توشین فوتبال تماشا کن. در خانه بنشین. اومدن شرط نیست. آخر این خیال نمی شود همکار. خیر یگان وقت دیگر یک جا میشینیم. میلش خسته نباشی. همین عملیات به خوبی بگذارونم. یک قروتو در گردنی من. خیر. بچه ها آرام باشید. سلاحاتون رو پایان کنید. تیر نپرانید.
کجا شدند آنها؟ چرا تا حال نآمدند؟ دخترم چرا نمیفهمی تو آخر؟ یعنی آنها نمیخواهند تو کلینی خانه اشان شوی؟ من به هجری زنگ میزنم. نه دخترم، نه زنگ نزن. اگر آیند خودشان آیند. ای مردک جنگاور چیکار کردی؟ دولنی پسید برادر. امانتم رو بگیرم. کنی رفیقان جنگاور اوچ کنه امنیت چی میبریم. بگو همکار. همکار برایت خبر بهترین دارم. چی شد همکار؟ عملیات خوب به انجام رسید؟ چه خیلی عملیات همکار؟ جنگاور رو دستگیر کردیم. جنگاور رو امنیت برد استیم شد. مدیر امنیت گفت که نقابشو نکشید، به امنیت بیارید همه یک جای میبینید. بیا تمام رو شب ببین. این لحظه تاریخیه. تمام. کنی با بیرون برو. چی شده باشد؟ هجری چرا به تلفنش جواب نمیدهد؟ مدیر در جو است. خبر دادیم، در راه است سردار. هرگز اجازت نمیدهم که تو را زندانی کنند هجری. کمیسر مراد؟ هجری را ندیدید؟ ندیدم. تو چرا گریه کرده ایستاده‌ای؟ آخر من او را یافتن نمیتوانم. تلفنش خاموش است. چه خیل نمیابی؟ چیزی شده است؟ به خواهرش بنفشه زنگ زدم. به خانه نرفته است. امروز باید به خواستگاری من می آمدن. برای خبر دادن اویله‌اش رفته بود. شاید اویله‌اش گپش را نگرفته هستنم. هجری زیغ شده است، خواسته است که تنها بماند. نه آخر کمیسر مراد نمیفهمید. بگویم به خدا تماما نرفته است. هجری هم در هیچ کجا نیست. گوش کنید کمیسر مراد، در دلم شبه های بسیار بده است. التماس هجری مرا یابید. من به او میمیرم. تو پروا نکن سنم. هرگز اجازت نمیدهم که به هجری چیزی شود. بودن جنگاور معلوم شد. جناب این معلومات رو با ما شهر نمیدید. جناب جناب یک ثانیه. این نوربی بیزار جناب جنگاور در نظارت خانه است. از روش رفته است. اینها از کجا خبردار شدند؟ شخصیت جنگاور باید مخفی ماند. وجدان انسانی نمیدونیم اینو از کجا جمع شدن. شما از برین ما همه یا را سر میکنیم. سعید احمد دیگه میره پیش که اینجا. بچه‌ها از اینجا دور شوید. یعنی پراکنده شوید. به خود آمده ایستاده است. به درون در آمدن خوابش را کشید. شورت خنجر در را بکشا.
حاضر من نقاب از سری پچخش میکشم شما نگاه نکنید. تو چی ها میگویی زبید؟ کسی روی روی نمیبره. سفسطه نگوی زبید. نقابش را برار. سردارم زماکش سخته هیچ وجه نمیشه. منتظری چی هستی زبید؟ زود نقاب این آدم رو برار. میتونی کوبیا بکش نمیشه. نقابش رو برار. شورت خنجر ای کلش بقم نجمه میره هوی کنم. سردارم مورا در این کار همراه نکنید. چی گفتیست ای بیعقل؟ سردارم چهره جنگاور رو دیده مردن نمیخواهم. زود بیرون روی ترسا. اطاعت. تو چه خیل آدمی بیهونری ها؟ مراد بیا یاری کن. اطاعت سردارم. این مردک نجم بیست همیره هوی کنم. مراد تسترشم بخم این سوسته نجم به هویش میکنم. این نقاب این آدم را کشه دیوانه میشوم. بیا خیلی من بینم. این همی رشتهش در زماک دور آمده هوی نمیشه. نه سردارم کشوده نمیشود. یک کار را کرده نمیتوانید یک سویستید. با من کرده. جینگیلمو میگم یکی رگی گردنش نبرید بیا مخدم هایش تک بوریک میبرم. خیلی متریالی سخته هیچ بریده نمیشه. متریالش خیتایی نیست توجیکی خود مونکی خسخته. احتیاط کن باز دست رو نبری. در سر بهوسیل جانم پروانه کن. کانی با کرده رو خیر با کرده رو. آها کانی زودتر کشا. اینا ها زماکش هوشی سردارم. زبید کشا آخیر. سردارم موش سرش غوصی بسیاره نمیبروه. اگر همین موش سرنگ سری شما پولیج میبود لش بیده میبرومد. یکو پربلم علمه شیط. سردارم انا نقابش را گرفتم. اینش را فهمیدیم و رویش را گردان چهرهش را بینیم.
این مردک وقتی سویت کشیتا یافتینه که با دقت باش جنگاور نگریزد. حضور گنراتور اتوماتیک گریان میشه سردارم کی کشته باشدم این سویت رو. عجب نجم جنگیلمو زود سلاح را از سرم بگیر. من گنراتور رو هم از کار برآورده بودم. کوای برق چی رو اومد؟ این کینی خوابش را پوشیده است. بچه نروشتی کش در زمینه کو ایره کیوی کده است. دیگر روی گریز نداری جنگاور. بچه بوسه تکشتن کو مراد در بیت که جنگاور نگریزه. تمام همکار کی مرا زد آخر؟ پیستل تکی در پیشونی مامون. جنگاور را دستگیر نمودم. دوید همکار چیکار کرده ایستاده؟ تو خودت چیکار میکنی؟ سلاحت رو گیر. اول تو پایان کن سلاح را. اول تو جوره. اول تو پایان کن. جنگاور را دستگیر نمودم. زود باش. آمدم سردار آمدم. این آمدم. جنگاور را دار زباید. جنگاور قبیدم سردار. همین خدر سخت قبیدم که نمیگریزه. زباید؟ سردارم؟ این تویی؟ جنگاور؟ پسرم زود باش. چی ایستاده ای؟ دستگیر کنه دو را. رفیقان داری بیرون رو محکم کنید. شونت خنجر داری بیرون رو سخت محکم کنید. شدیشه پیش تنیزه دا بید. سردارم بیاید دیگه طرف میبروید. جنگاور چرا با من یاری میدهی کمیسر مراد؟ میدونم که تو آدمی بد نیستی. زود باش از اینجا رو. کمک‌های تو رو چخیل برمیگردونم کمیسر مراد. بعداً برمیگردونی جنگاور. چخیلی نباشد زود وا میخوری. با ماشین ها زود با ماشین ها. جنگاور از دست ندهید. همکار چیکار کرده بشین. تست تنها که به شما یک شرکتی را پیشنهاد میکنم که شرکتی باورینا که به همه چیپته‌های خود یعنی که کفالت میدهد. شرکتی که در تمام گوشه و کنار فدراسیون روسیه مسکو پد مسکو حضور دارد. شما میتوانید از غریبی به وطن از وطن به دیگر گوشه و کنارهای روی دنیا یعنی که سفر دارید. شما حتما به این رقم‌های بالای اکران زنگ زنید. البته به شما دستگیری میکنن و آدمایی که اویلوی سفر میکنن حتما 35-40% اسکیدکا کرده میشود. گریخته است همکار. خدا لعنت کند. جنگاور! اوفیا هجری کجا شد آخر؟ یا اینکه آنها نمی آیند؟ بس است آخر سنم. یعنی میروی یا خدایا سری من هم چرخ زد. کمی بینشین آخر خوبه ولی تلفن هجری خاموش است. او را یافتن نمیتوانم. خیر معلوم شد که اومدن نمیخواهد. پدر و مادرش رو برای تو رو خواستگاری کردن راضی کردن نتوانست است. چرا نمیفهمی آخر مادر؟ هجری هم دست نورست است. در خانه نیست میگویم. در خانه به خانه نرفته است آخر. یا خدایا این آدم کجا رفته باشد عجبا. بس است آخر بس. یعنی با خدا بس کنید. سرم رو گران کردید. هجری دیگر نام این هجری رو شنیدن نمیخواهم آخر. من با بیرون بر اومده کمی هوای تازه میگیرم. چه خیلی هجری بوده است. گویا که من بسیار میخواهم. هیچ ناید. نفس بگیر چمن. خالی کن. نفس. آه
جنگاور است. با خدا که از راستی جنگاور است. ягон ҷои ёфта либосҳоямро бояд иваз кунам. ё худои меҳрубон. جنگاور دامادم. ایست نگریز از برای خدا نگریز. ایست چی گپ است؟ ایست نگریز دامادم. جنگاور او اینجا چیکار میکند؟ دامادم باید صحبت کنیم. دامادم ایست. یا اینکه این جنگاور با هجری هم یکم کاری کرده باشد. هجری دامادم ایست آخر التماس. ایست ای پایم. ایست دامادم. қариб маро дастгир мекарде? ای دامادم. بسیار هیجانی هستم. در حیاتم یکم بار سوپر قهرمان را میبینم. ماشاءالله حوزی دلم میکفت که نیست بینم این موشک ها رو بین. با خدا حقیقی است. ایست آخر. بیا دامادم. همین قدر هیجانی هستم که نهایت با خورده توانستیم. اولین بار است که با میخوریم. تو میدانی که من کی هستم؟ من مادری سنم هستم. ولی تو میتوانی مرا مادر جان گویی. دامادم اولین بار با تو با میخوریم ولی از تو یک چیز خورد میخواهم. آخر ما را از هجری نجات بده دامادم. میدانم سنم را دوست میداری و من این را احترام میکنم. یعنی من میخواهم که شما این تابستان خانه‌دار شوید دامادم. بعد میشود مگر یعنی خواهشی که از ته دلم دارم از تو، یعنی یک چیزی که میشه. ایست جنگاور با کجا میروی؟ آخر تو ناآمدی کو؟ کنی قفا بیراو زود قفا بیراو زود باش. با قفا بیراو باز بیراو با قفا. کنی با من زود جواب ده جنگاور. هجری هم در کجا هست؟ رو چی کار کردی؟ زود بگو. سنم ایست دخترم ایست. چی کار میکنی؟ دامادم رو میکشی. چی؟ دامادت رو؟ بله. شما هر دویتون یک جا شده به هجری ضرر رسونیدید؟ کنی بگوید بگو. سنم چی ها گفته ایستاده از برای خدا؟ هر دوی شما هجری هم رو یافته کشتید بچه پرتافتید همین خیل نه؟ ای سنم از برای خدا دخترم چی ها گفته ایستاده ای تو آخر؟ یعنی ما با دامادم در این باغچه کمی صحبت داشتیم آخر. زود با من جواب بده. هجری هم رو چیکار کردی؟ با او ضرر رسانده چیکار کردی؟ با تو باور نمیکنم دروغ گفته ایستاده ای. با هجری هم ضرر رسانده همین خیل نه؟ ای سنم آخر با سرش زده از عقل بیرون میکنی دامادم رو. یک سویست مادر یک سویست. حاضر یگان بلا رو به سر میارم. نگوی که نگفتی. تو جنگاور حاضر به من جواب میدهی. تو از اول نسبت هجری رشک داری برای همین میخوای که به او ضرر رسانی؟ ولی من به تو چند بار گفتم که من تو رو دوست نمیدارم. من هجری رو دوست میدارم. فهمیدی؟ من با او خانه دار میشوم و تو مانع این شده نمیتوانی. تو او رو رقیب خودت میبینی. برای اینکه رشک ببری برای همین کارو کرده ایستاده ای. ولی تو او رو چه خیر رقیب خودت میدونی؟ آخر تو قهرمان نیستی. چرا ما رو جدا کردن میخوای؟ این کارو تنها قهرمانی بد میکنن. ای بس است سنم، بس است دخترم. یعنی آخر این داماد من چرا به هجری رشک میکرده است؟ جنگاور است. جنگاور دلاور. جنگاور. خاموش باش. تو هم مادر کافی است. آخر دامادم چه خیلی داماد آخر مرا دیوانه نکن و داماد نیست. دیده ایستاده ای ها دامادم. یعنی 9 ماه در شکمم برداشتم. از خوردی کلام کرده با عذاب‌های زیاد بعداً میآید باز برایت زبان دراز میکند.
آه دامادم، اگر دونی که چقدر من عذاب کشیدم. خدا رو شکر که تو هستی. اگر تو نباشی میدونی که من رو هیچ کس نمیفهمد. اینقدر زنی علمدار هستم. حاضر به دامادی تو هندیشان میریم اما شما نه به تو نه. ای سنم است زده پسرم رو دیوانه کردی. زود به من جواب بده. به هجری هم چیکار کردی؟ به او ضرر رساندی؟ میخلم بس کن سنم است. چی گپ هست اینجا ها؟ جنگاور؟ ای قدیر نپرس. این دختری دیوانه تو دامادم رو زده قریب میکشت آخر. جنگاور تو اینجا چیکار میکنی؟ باز میپرسی پدر؟ ها باز میپرسی؟ میدونی که جنگاور هجری هم رو کشته بچه پرتافته است. چه گفته ایستاده دخترم؟ یعنی این داماد قهرمان من اون موازین رو کشته بچه قوری پرتافته است؟ چه دامادت جانم؟ تو چیا گفته ایستاده زنک جان؟ من قرار دادم که سنم رو با جنگاور خونه دار کنم. نه خیلی نمیشد، ما رو به هیچی دادانی هستیم کو. آخر تو گفتی من نگفتم. نه ای میشد، به هیچ نمیدیم گفتیم ای میشد. عیب شود شدم گیرد. یعنی به این هم تو نمیدونی که هجری در کجا است؟ زنده است مرده است معلوم نیست. آخر زود به من جواب بده. هجری هم رو در کجا پرتافتی؟ جواب بده. در کجا پرتافتی؟ در کجا؟ سنم مرا میکشد، در حال باید گریزم. یس با کجا میگریزی؟ دامادم شما زنک جان اینجا بیا. وای چخیل گریختم کن. 100% باور دارم که از درون امنیت خم کسی جنگاور دا یاردم کرد که گریخت. البته وگرنه از دست ما نجات یافتنش غیر امکان است. آخر شما چه خیل پلیس هستید؟ آدمی که در دستتون بود دیده و دانسته در نظارتخانه از دست دادید. حیف. یک دقیقه کارمون را مگر از تو می‌آموختیم؟ اگر من میشدم هرگز از دست نمیدادم. به این همین خیل میگوید. یا خدایا. زینب جان من رو از دست ندادم، مراد از دست داد. بس کنی تو از دست دادی. آخران آدم تو بودی از پسش دویدی شغال. بس کن. نقابی او را کشیده نتوانستی کو؟ مردک زماک شویران بود نمیفهمیدم. من اخیر داویش کردم کو. بس کن. گفته نمیتوانه که روی جنگاور رو دیده میترسم. من نترسیدم. تو ترسیدی. لرزیده تا دیده ماما کسم. لرزیدنی مرا میگوید. سلاح را داشته نمیتوانی این خیل دستت میلرزید کو؟ یکم شما ایمون. بس کن نگویمی ترسانچک. خودت ترسانچک. یک دقیقه. تو چرا با سوی ما میخندی؟ ها؟ تو ما رو مسخره میکنی؟ بین این دختر ما رو با هم جنگ میاندازد. با دامش میافتیم. آخر چرا زینب ما رو با دام میافتونده است؟ در اصل تو دائما از پس این دختر هستی. بعدن آمده اینجا ما رو فریب میدی. شغال. بسیار جواب خوب دادی چک. این کمیسری بیهنر رو باب کردی. تو کی خیال میکنی خودت رو؟ من به تو چیکار دارم که از پست میشدم؟ عزیزم ولی من بالاتر از خیال های تو هستم. تو حتی در خوابت هم رو دیده نمیتونی. شرمندگی بخدا. اگر منم خیلی بگن زمین بکفه و ما بدرم تای زمین. این خیل بیود و پرو باید ادبشون رو دود. زینب جان همین خدر شیرینی گپ میزنی که یک چیز گویم. من اگر تو رو در خوابم بینم عجوز کمپیر آمد گفتم میگریزم. باز به خوابم نداری ها؟ عجوز کمپیر. چی گفتی تو؟ عجوز کمپیر میگویم. عجوز کمپیر. گوش کن مرا عصبی نکن که ازیر میزنمت. زینب آخر تا عجوز کمپیر نیستی که بدیل نگی جانم. دهانت رو پوشکی ازیر میزنمت. ای بچه بسه بیزور کدی خطی هوت. ای با تو گفتم که تمت رو گیر. زینب بس بخشیش. چخیل شتای سخت بوده. چی مثلی به عقل نگاه داری؟ رفته یخ بیار؟ برای یخ بیار راست هم میزند هم یخ بیار میگویدی. یا خدا برای تیز بیار. اینجا بنشین. درد دارد؟ نه در نمیکنه. نراست.
اوه سنم سنم اون دامادی بیچارم رو چه خلت کوب کردی؟ بیچاره جنگاور قریب میمرد، یعنی دیگر میآید با اینجا بچه بیچاره. اون آدم حیاتم رو نجات داد، فرصت نشد که تشکر کنم. ای نه بس هست اخیرا جنگاور 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 جنگاور. شما دیگر یگان چیز دیگر نمیدونید؟ آخر من اینجا در فکر هجری هستم. چی کار کرد؟ کجا شد؟ از فکر زیاد دیوانه میشوم. من با کمیسر مراد زنگ میزنم. خاموش باشه. نه دخترم زنگ نزن برای این کار، مگر کمیسر رو ناراحت میکنند. به این هم موازینی تو کمتر پس باز میآید. لبای سنم. الو کمیسر مراد، هجری را پیدا کردید؟ التماس با من گوید که با او هیچ چیز نشده است. سنم عذر میخواهم، من فراموش کردم زنگ زنم. هجری خوب است، خواطر نشو. خوب است؟ گوش کنید، راست گفته ایستاده. خوب است همین خیلی؟ خوب است. در راه دیدم او را، کمی اندوهگین بود، سببش رو نگفت، ولی خوب بود، خواطر نشو. به خانه نآمد؟ نه آخر حالا هم نآمده است. ما هم منتظریم. انا آمد. هجری؟ معلوم شد که آمد. کجا شدی تو هجری؟ زود با من گپ زن. آخر بسیار ترسیدم که به سرت یگان بلا اومده است. خوبم سانم جان، خوبم. رحمت. چرا نامش را گرفتم؟ زود شب گفته آمد. هجری تو کجا شدی؟ ما بسیار منتظر شدیم. چرا جواب نمیدی هجری؟ ها؟ کجا شدی؟ به خانه هم نرفته ای؟ جناب من را زدن جناب. چی؟ تو را زدم؟ تو را کی لاتو کوب کرد؟ هجری مگر تو رو دامادی من لاتو کوب کرد؟ این خیل دست پشویش رو کشیده در دهانت موش زد مگر پسرم؟ هجری چرا خاموش هستی که تو را لاتو کوب کرد؟ باز کی لاتو کوب کرد میگوید؟ به وجدان رو ببین. ایستانم. خیر کی بودنش آنقدر مهم نیست، اما بسیار خوب لاتو کوب کرد. دستانش شکند. انشالله کسی لاتو کوب کرده است. دستانش شکند. نه آخر چرا دستانش شکند؟ نشکند دستانش. میدونی یعنی وای نفهمیده زد مرا. نفهمیده زد؟ چه خیلی نفهمیده بود است؟ اون به وجدان تو رو لاتو کوب کرده است. اوه جانی من بسیار سخت زد. درد دارد. این دختر رو ببین، هم میزند باز میپرسد که درد دارد. اوف 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 اوف. دستش بسیار وزمین بوده است. ای بی وجدان. دعا میکردی نمیشد هجری؟ دعا؟ بله، بار گذشته آدم ها رو در اینجا با قوه دعا لاتو کوب کردی کو؟ آن رو میگوید بعضا دعا قبول نمیشد پدر جان. بسیار ترسیدم که جنگاور به تو ضرر رسانیده است هجری. جنگاور چرا به من ضرر رساند سانم؟ آخر من فکر کردم که جنگاور به تو ضرر رسانیده است و جنگاور رو لاتو کوب کردم. بسیار لاتو کوب کردم. بیهوده لاتو کوب کردم. حیف شدم بچه. دیدی دخترم؟ بیچاره جنگاور رو گناهش رو گرفتی. جنگاوری بیچاره. هجری پیش از آمدن تو به کمیسر مراد زنگ زدم. خیر چیکار کنم؟ خواطر شدم. تو رو پرسیدم، گفت تو رو در راه دیده است. در راه مرا دیده است؟ بله صحبت کرده اید. صحبت کردیم؟ بله صحبت کرده اید. با او گفته ای که بسیار اندوهگین هستم. یعنی که برای همین تو این خیلی غمگین بوده ای؟ برای شته خوردنت؟ جانی من، انشالله درد نکرده ایستاده است. همش میگذرد. یعنی تو با والدینت اون مسئله رو صحبت نکردی میخیل؟ متاسفانه پدر جان، مرا زدن گفته نتوانستم. خوب، تازه رفته خوب استراحت کن. کمی مشق کن، بازویت را با قوت کن و از همه شطن نخور. صبح که خستی رفته با والدینت صحبت کن، آنها را راضی کن. چمن بیا ما با هم به حجره ما رویم. گوش کن قادر، از حاضر گفتمانم.
агар падару модари ин муаззин омада духтари маро хостгорӣ накунанд духтарамро намедиҳам. фаҳмо? агар наоянд маълум мешавад ки духтарамро намедиҳам. бифармо. чаман рост мегӯяд. субҳ бо волидайнат суҳбат кун, онҳоро розӣ кун. фаҳмидӣ? дигар роҳе надорӣ. майлаш падарҷон. ҳиҷрӣ, илтимос волидонатро розӣ кун. диди вазъиятро, вагарна маро ба ту намедиҳам. тамом санам розӣ мекунам, кӯшиш дорам, дида истодаӣ кун. рафте мехел бошад. шаби хуш. шаби хуш санам. чаро маро кӯмак мекунӣ? ту кӣ ҳастӣ мурод? ин садои чӣ аст? ин садои хӯрак аст ку? аз ғайб садо шунда истодаи мурод? хуб кун. кӣ аст дар он ҳуҷра? ин кӣ бошад охир?